در همایش جمهوریوی علمی متدی در موضوع پروبلم‌های معاصر علم‌های طبیعی ریاضی بخشیده به 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سال‌های 2020-2040 عالمان و متخصصان و نمایندگان مؤسسه‌های علمی جمهوری اشتراک و سخنرانی نمودند. شورابینی را رهبریت مؤسسه عالی تعلیمی افتتاح بخشیده ابراز داشتند که حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و مسئله رشد معارف و علم توجه خاصه ظاهر می نمایند. زیرا پیشرفت با سرعت علم و تکنیک و روند روزافزون جهانی شوی در جامعه معاصر دیگرگونی های نظررس به وجود آورده از مؤسسه‌های تعلیمی تقاضا می نماید که برای آموزش آن تلاش بیشتر نمایند. از این رو سرور دولت مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که نظارت از خودکنی دانش‌های زمانوی را پرزور گردانیده نورسان و جوانان را به مطالعه کتاب‌های بدیعی و علمی تشویق نمایند، قابلیت ایجادی آنها را تقویت بخشند و به تعلیم فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی توجه بیشتر ظاهر نمایند. در همایش جمهوریوی علمی متدی از جانب اشتراکچیان در موضوعهای مهم علم‌های طبیعی ریاضی از قبیل تکنولوژی رقمی در جهان معاصر، تجربه جهان و تاجیکستان، عاید رابطه بین فنی در تعلیم گیومتری آنالیتیکی و غیره معروضه‌ها ارائه شد. کاری همایش در 6 بخش علاهیده ادامه یافته در آنها نزدیک 90 معروضه پیشنهاد کرده شد. باید گفت که برگزاری این همایش پیش از همه به عملی سازی همه‌جانبه اجرای دستور و هدایت‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان عاید به هدف چهارم ملی یعنی صنعتی کنونی با صورت جمهوری، سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواسیون اعلان گردیدن سالهای 2025-2030 و 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان گردیدن سالهای 2020-2040 نگرانیده شده در حل مسائل مطرح شونده مساعدت بیشتر می نماید.